سلام دوستان، من الیزام و امروز اومدم با یه ویدیوی هیجان انگیز. میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور میشه از تیک تاک پول درآورد. خیلی از شماها ازم پرسیده بودین که چطوری میشه تو تیک تاک به درآمد رسید. به خاطر همین تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست کنم و همه چیز رو بهتون توضیح بدم. اگه شما هم کلی دنبال کننده دارین و ویدیوهاتون کلی لایک و کامنت میخوره، پس حتما میتونین از تیک تاک پول در بیارین. آماده این که یه عالم ترفند باحال یاد بگیریم؟ پس بزن بریم. اولین راه اینه که از خود تیک تاک پول بگیرید. با صندوق خلاقیت تیک تاک اگه بالای 10,000 تا فالوور داشته باشید و ویدیوهاتون حسابی دیده بشه، تیک تاک بهتون پول میده. میدونستین برنده حاضرند کلی پول بدن تا شما محصولاتشون رو تبلیغ کنید. اگه فالوورهاتون زیاد باشن و باهاشون تعامل داشته باشید، برنده خودشون میان سراغتون. تو این روش شما لینک محصولات رو تو بیو یا ویدیوهاتون میذارید. بعد اگه کسی از طریق لینک شما خرید کنه، به شما یه پورسانت میدن. عالیه نه؟ اگه محصول یا خدمات خودتون رو دارین، تیک تاک بهترین جا برای تبلیغه. از هنر مهارتتون ویدیو درست کنید و مستقیم به مشتریاتون بفروشید. تو لایو تیک تاک میتونید از طرفداراتون هدیه بگیرید. فالوورهاتون میتونن با هدیه دادن ازتون حمایت کنن و شما هم کلی انرژی مثبت بگیرید. یه موضوع خاص مثل آرایش، آشپزی یا هر چیزی که توش مهارت دارید رو انتخاب کنید و فقط تو اون زمینه فعالیت کنید. اینطوری فالوورهای هدفمند جذب میکنید و راحت تر میتونید کسب درآمد کنید. خب بچه‌ها، دیدین که پول در آوردن از تیک تاک اونقدر هم سخت نیست. کافی خلاق باشید، با فالوورهاتون تعامل داشته باشید و از همه مهمتر از کاری که میکنید لذت ببرید. اگه شما هم راه دیگه‌ای برای پول در آوردن از تیک تاک میشناسید، حتما تو کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. فعلا